سلام و وقت بخیر. به گزارش امشب تلویزیون رهپویا خوش آمدید. من حامد تلاش هستم و در این بخش خبری به 4 خبر مهم روز می پردازیم. مرگ کودکان فلسطینی در پی گرسنگی و محاصره در غزه. در نتیجه محاصره کامل نوار غزه توسط اسرائیل، قحطی و گرسنگی جان ده‌ها تن را گرفته است. فقط در 24 ساعت گذشته 10 تن جان باختند که بیشتر آنها کودک بودند. بر بنیاد اعلام وزارت صحت غزه، شمار قربانیان گرسنگی به 111 تن رسیده که 80 تنشان کودکند. شهروندان غزه از نبود دوا، غذا، شیر خشک، میوه و تجهیزات طبی رنج میبرند. سخنگوی کاخ سفید گفته است که رایزنی‌ها برای آتش بس ادامه دارد، اما تاکنون توافق حاصل نشده است. فلسطینی‌ها در سایه بی‌توجهی جهانی نه از گلوله بلکه از گرسنگی میمیرند. سازمان‌های جهانی هنوز هیچ اقدام عملی مؤثر برای نجات غیر نظامیان انجام ندادند و فاجعه انسانی همچنان ادامه دارد. افزایش نگرانی‌ها از بیماری‌های فصلی در کودکان به دلیل گرما در کشور. گرمای بی‌سابقه در افغانستان سبب افزایش شدید بیماری‌های فصلی در میان کودکان شده است. پزشکان شفاخانه صحت طفل اندراگاندی میگویند که روزانه حدود 250 کودک برای درمان به این مرکز مراجعه می کنند و تا 20 تن بستری می شوند. اسهالات حاد، ضعف جسمی و سوء تغذیه دلایل اصلی مراجعه کودکانند. پزشکان از مردم خواستند به بهداشت فردی توجه کنند، از غذاهای مانده پرهیز نمایند و از رفت آمد در مکانهای آلوده خودداری کنند. در کنار گرما، نبود آگاهی و بی‌توجهی به حفظ الصحه عوامل اصلی شیوع بیماری ها در این فصل عنوان شده است. تفاهم تازه برای اعزام کارگران افغان به قطر. وزارت کار و امور اجتماعی از تفاهم‌نامه جدید با شرکت‌های قطری خبر داده که بر اساس آن 1300 موقعیت کاری جدید ایجاد خواهد شد. به گفته مقام‌ها، با این تفاهم‌نامه شمار کل فرصت‌های شغلی افغان‌ها در قطر به بیش از 2000 می‌رسد. این وزارت گفته است در روزهای آینده شرایط ثبت نام و نیازمندی‌های فنی اعلام خواهد شد. برخی کارگران از این روند استقبال کردند، اما خواستار شفافیت و اولویت دهی به افراد نیازمند شدند. کارشناسان میگویند اعزام کارگران میتواند بخشی از بیکاری را کاهش داده و منبع درآمد پایدار برای خانواده‌ها فراهم سازد. و سقوط هواپیمای مسافربری در شرق روسیه، همه 43 سرنشین جان باختند. لاشه هواپیمای آتونوف 24 با 43 سرنشین که به شهر تندا می رفت در منطقه آمور روسیه پیدا شد. اداره خدمات اضطراری روسیه اعلام کرده که هواپیما پس از ناپدید شدن از رادار توسط بالگرد در منطقه سابالوبور پیدا شد. اگرچه همه سرنشینان در ابتدا جان باخته گزارش شدند، اما تیم‌های نجات همچنان به دنبال بازماندگان احتمالی هستند. مقام‌های روس گفتند بررسی فنی حادثه ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی به زودی منتشر خواهد شد. این بود مجموعه مهمترین رویدادهای امروز. از همراهیتان با تلویزیون رهپویا سپاسگزاریم. با ما در شبکه‌های اجتماعی همراه باشید و برای دریافت خبرهای تازه این برنامه را سابسکرایب و لایک نمایید. تا دیدار دیگر شاد و سلامت باشید.